آسمان تنها مرزی است که نمیتوان در آن پنهان شد. وقتی صحبت از نیروی هوایی آمریکا میشود، تصور عموم پرواز و شلیک است، اما حقیقت این است که یک جت جنگی مدرن بیشتر به یک دیتا سنتر پرنده شبیه است تا یک هواپیما. امروز می‌خوایم از پوشش رادارگریز 100 میلیون دلاری F-22 بگوییم، از کلاهایی که به خلبان دید 360 درجه میدن و از واقعیت تاریک و جذاب آنچه خلبانان در صورت سقوط در خاک دشمن انجام میدن. این سفری به جنون مهندسی و اراده آهنین است. You are my best friend. Let's run through the field. Reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a willow. Bend like a willow, Godzilla. Bend like a بخش یک، معمای رادارگریزی. فقط شکل بدنه نیست. رنگ F-22 دارای نانوذراتی است که انرژی رادار را جذب کرده و آن را به گرما تبدیل می‌کند. جالب است بدانید که این جت‌ها برای شستشو نیاز به محیط‌های استریل دارند. اگر یک تکنسین با دستکش آلوده به چربی بدنه را لمس کند، اثر انگشت او می‌تواند بازتاب راداری جت را به اندازه کافی تغییر دهد تا توسط دشمن شناسایی شود. بخش دو، موتورهای ضد جاذبه. موتورهای F-22 رپتور تنها وسیله‌ای هستند که به هواپیما اجازه میدن در استال، یعنی توقف کامل هوا در هوا، هم مانور بدن. این جت میتواند به صورت عمودی بایستد و به جای سقوط در هوا معلق بماند و با چرخاندن خروجی موتور خودش را در جا دور بزند. این یعنی در یک نبرد نزدیک رپتور میتواند زودتر از حریف دماغه خود را به سمت هدف بگیرد. بخش 3، F-35 شبکه عصبی تریلیون دلاری. F-35 دارای سیستمی به نام مادل است. این سیستم به جت‌ها اجازه می‌دهد بدون استفاده از رادیو، بدون اینکه هیچ موج رادیویی که قابل شناسایی باشد منتشر کنند و با هم حرف بزنند. آنها عملاً در حال تلپاتی دیجیتالی هستند. F-35 خودش تصمیم می‌گیرد کدام هدف مهمتر است و آن را برای جت‌های همراه علامت‌گذاری می‌کند. وقتی خلبان تحت فشار 9G قرار میگیرد، وزن سر او از 5 کیلوگرم به 45 کیلوگرم میرسه. خلبان باید گردنش را مثل یک بدنساز حرفه‌ای قوی نگه دارد، وگرنه مهره‌های گردنش آسیب می‌بیند. اما اتفاق عجیب‌تر بینایی تونلی است. وقتی فشار خون از مغز خارج می‌شود، ابتدا دید رنگی از دست می‌رود، سپس دید محیطی و در نهایت خلبان فقط یک دایره کوچک مقابلش را می‌بیند. آنها یاد گرفتند چطور با این وضعیت تنها با استفاده از حس شنوایی هواپیما را کنترل کنند. اگر خلبان بیهوش شود، سیستم اتوجیکس مثل یک هوش مصنوعی مهربان عمل می‌کند. این سیستم نقشه کل زمین را در حافظه دارد. به محض اینکه بفهمد جت در حال نزدیک شدن به زمین است و خلبان واکنشی نشان نمی‌دهد، کنترل را می‌گیرد. جت را به افق برمیگرداند و حتی سوختگیری اضطراری را در صورت نیاز شبیه‌سازی می‌کند تا خلبان به هوش بیاید. این سیستم جان ده‌ها خلبان را در دهه اخیر نجات داده که در مانورها خاموش شده بودند. در صندلی پرتاب شونده فضایی به اندازه یک کیف دستی وجود دارد که کل زندگی خلبان در آن است. علاوه بر رادیو، آنها آینه‌های سیگنال دهنده دارند که می‌تواند در روز نور خورشید را تا 50 کیلومتر آن طرفتر بازتاب دهند. در این کیت یک کلت کالیبر کوچک با صدا خفه‌کن وجود دارد که مخصوص شکار حیوانات کوچک برای تغذیه است، نه فقط دفاع شخصی.
واقعیت اسارت، نه خودکشی بلکه شطرنج روانی. چرا قرص خودکشی افسانه است؟ چون خلبان برای ارتش میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری انسانی است. ارتش آمریکا ترجیح می‌دهد خلبان زنده بماند تا حتی اگر اسیر شد خودش بخشی از یک عملیات بزرگ تبادل اسرا باشد. دوره SERE به خلبان یاد می‌دهد که در اسارت شخصیت خودش را دوپاره کند. آنها یاد می‌گیرند چطور داستان‌های دروغین باورپذیر بسازند. بازجوها هم آموزش دیدند تا بفهمند خلبان در حال دروغ گفتن است. اما خلبان طوری بازی می‌کند که بازجو فکر کند این همون چیزی است که او می‌خواهد لو بدهد. این یک بازی شطرنج است که در اتاق‌های شکنجه انجام می‌شود. فکت عجیب پروازهای تانکر. آیا می‌دانستید خلبان‌های جنگنده می‌توانند در حالی که در ارتفاع 30,000 پایی با سرعت 900 کیلومتر در ساعت در حال پروازند چرت بزنند؟ سیستم‌های پرواز خودکار جدید به خلبان اجازه می‌دهد فقط چند لحظه در حین سوختگیری هوایی چشمانش را ببندد تا از خستگی مفرط که عامل اصلی 80% سقوط‌هاست جلوگیری کند. ما درباره ماشین‌هایی حرف زدیم که قوانین فیزیک را به مبارزه می‌طلبند و انسان‌هایی که با غلبه بر محدودیت‌های زیستیشان به خدایان آسمان تبدیل شدند. دنیای جت‌های جنگی دنیای جزئیات ترسناک و شگفت‌انگیز است، از نانوذرات رنگ بدن گرفته تا بازی‌های روانشناختی در اتاق‌های بازجویی. آیا آماده‌اید در ویدیو بعدی سراغ سلاح‌های لیزری برویم که همین الان روی جت‌های نسل جدید در حال تست شدن هستند؟ حتما نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید و این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید که این تنها راه حمایت برای ادامه دادن مسیرمونه.